سلام بر بچه های این ویدیو. این ورشو بگیر. بفرمایید. دوربینش خیلی خفنه. نشونش بده قشنگ. دوربین عکاسی. نه خیلی جلو نیار لطفا. این دوربینش قشنگ خیلی خوبه، واقعا دوربینش نشون میده. آخه یه دونه تفنگ هم داریم. یه به نظر مدل تفنگ چیه؟ فکر کنم چی بود تو جی تی ای هم بود. تو جی تی ای هست اون مدل. آره اون جواهر فروشی. آفرین دقیقا خودش. یعنی تو ایش رفتی یا بی؟ من ایشو رفتم. ایش خفن‌تر بود. بله. ماشین پلیس ون میدازده. من عالیه. دومی باری که میخواستم تموم کنم جی تی ای خب گند زدم، ولی خب بله. آخر سر با این توفنگ میزنیم لبوبو رو میتره کنیم. این نم آنباکس لبوبو خیلی بدشانس بودم. کتابی که ساختم حالا این اصلا بچه ها براتون یه کتاب درست کردم. آقا اینو بر کشی میکنم. گربه کشی میکنم. دوربینو نشون داده. بیستیم. علی ببین تو میتونی یه دستی هم بکنی. علی ببین مثلا ببین یه صدایی باید تنظیم کنید بچه. بیسیم واقعیه. اگر نزدیک یه جایی باشید و پلیس هست، پلیسه داره اونجا رد میشه، بیسیمو تو سری در بیارید. چون مثلا یکی دنبالتونه دزدیه چیه. آقا پلیسا نگیره از همون بیسیمو. نه بزنی این کلا برای همین ساخته شده. اینو بزنی سریع چیزه میاد و بهتون کمک میکنه. خلاصه علی الان میتونی با هم بزنی. اینو بزنم ببین اینجوریه. صداشو بیار. نشون بده. وان یه کوچولوش کردم. صداشو باید زیاد کنی. علی بگیر. اینجوری باید بگیری یا بده ببینم. خب بله خب من برم اون بده ببینم چی میگی. الله اکبر. دوباره الله اکبر. الله اکبر. واه. عالی بود. ببین چیزه صدا میاد. کوشش صدات کاملا میاد. صدامو داری؟ محمد اصغر بیا اینجا. بیا بقیه ویدیو رو توضیح بده. باشه بفهمید. دیدید آقا سرسده تیره ها رو مشاهده میکنید. ببینیم چی داره. خاموشش کن. خب تیره ها رو مشاهده میکنید. چی تیرهای خطرناکی. اینا به هر کی بخوره به نظرتون آقا آقا میتونی اون ور رو بگیری. ماها چی میشه بخوره به کسی؟ نمیدونم. ببین بچه ها خفه کنم داره که براتون توضیح میدم. تیرجلهیش میارم. این صدا خفه کن. خب این ور بگیر. بفرمایید. من یه دونه میخوام بیارم تیرجلهیش رو بچه ها ببینن. آها برم اونجا بزنم به اون دیواره این معلوم میشم. نمیدونم تست میکنم. بزن. هرچون دیگه مثل خیلی قوی نبود. قوی تر بزن. بازم نچسته. میچسبه. آره میچسبه. آمد که نیفته. کجا نیفته؟ دوربینشو بچه ها اصلا قرار بدن. دوربینشو لطفا جا گذاری بفرمایید. بکن با اون سر بکشی داخل. آره. نه از این سرتر. از اینجا وایسته بری خرابش نکن. اونو جلوتر. وایسته. درست شد. تنظیم. ببین میدونی چه جوری حال میده؟ خیلی باله. ببین چقدر دقیق میزنی اینجوری. آخر سر میتونستیم میخواستیم انجام بدیم. ببین بچه ها میتونن الان ببینم بذار نشون بدم. بچه ها یه چشم مخالف رو چیز کنید. یه چشم مخالف رو ببندید بعد نگاه کن. سلام بچه خوب هستی؟ خوبی؟ سلامتی. آره دیگه خلاصه. خب حالا من اینم تیرشو میکنم تو این تیرشم نکنم. خب بچه ها میخوایم خشاباشو نشون دادی؟ نه خشابو نشون ندادی. الان بچه ها بزنمش روش بچه ها ببینن. بفرما. ببین آماده مسلح. اسلحه
خیلی خفن. اصلا GTA GTA وی داره. SMG نیست ولی خب قوی تر از SMG. دفتر یادداشتش رو بفرمایید. دفتر یادداشت کلا داره در مورد بیسیم صحبت خارجی میگه ما نمیدونیم چی میگه ولی خب من میفهمم ولی من نمیفهمم چون که بله خفه کن میرسیم به اصل کن. شما میتونید خفه کن رو تعویض کنید چون من همین رو میکنیم تو شوسرتون بزنید مثلا این از این جوش میخوره برو از عقب‌تر نشونش بده. شبیه چیز نشد شبیه افور نشد چرا خیلی شبیه شد خیلی اینو حالا در بیارم من نظرم روشم باشه با حالمون. ببین من میدونی چه جوری دوست دارم اینو شو در بیارم اینجوری اینجوری تکدیر میشه مثل تکدیر. این ورش نشون بدم اون ورش نشون بدم بهشون بده. ببین چقدر خفنه. این جاتیری توش جاتیری هم نشون بده. این دکمه چیز این خشاب هست. آره الان براشون خشاب میزنم ببینن چجوری بچه ها چه میشن. اینو نگه میداری میدی پایین کندش علی اینا نمیذارم تو یوتیوب چه خیلی دوست دارم تو گالری بمونشون پاک میشونم نالیه. این الان همین دیگه یه دونه تیرم بزنم صداشو ببینید داداش داریم ویدیو میگیریم داداش صداشو فکر کنم اونقدر نشده ولی تو اکس بده من به نظرم باحال بود. آره خوبه. خب چیز دیگه داری بهمون نشون بده؟ یه چیز مونده. چی مونده؟ همه رو نشون دادیم لب و بو فقط مون. ببین نمیدونم اینش واسه چیه. اینا رو باید کشف کنیم تو ویدیوهای بعدی. آقا علی واسه خواستیم اینم بکشیم دیگه راست میگم. یه تیری هم بس با آقا من از ببین اولش از 1 تا من اینا رو بهت نشون میدم تو بفرما. از 1 تا 100 بهشون نمره بده. بعد 1 تا 100 از 1 تا 100 ما این تیرشه باید قطعا 100 باشه دیگه نمیشه که از 1 تا 100 این مثلا 50 از 1 تا 100 اینم مثلا 50 دوباره اینجوری گفت میشه 5 از 1 تا 100 این نشون ندید این که 100 اون خیلی خفنه از 1 تا 100 اینا 1000 اینا خیلی خفن ترش 1000 هم بد از 1 تا 1000 از 1 تا 3000 این که خودش اصلا 100,000 حالا ببین حالا اینو ازش در بیاریم از 1 تا 100 کلنگ شد من نظرم شبیه کلنگ حالا ببین از 1 تا 100 الان شد 100 اینش خیلی باحال شد بذار اینجوری شد تا بچه‌ها اینجوری تون نشون میدی که نمیبینه پلی استیشن 4 هم داریم ما حالا یه بار تو جی تی ای اون تفنگه رو تو جی تی ای به بچه ها نشون بده من ندارم جی تی ای حالا اگه یه موقع گیرت اومد نشون ولی بچه ها میدونم من ویدیو ردت زیاد گذاشتم تو رده در این تفنگانی تفنگ لژندری اینا نداره چرا اینو باید با مود بیاری که من آوردم بچه ها خودش هم یادشونه قشنگ یه دونه من به نظرم ویدیوشو بذار این گوشه که بچه ها برم ببینن بریم ببینیم دیگه قرار بود لب و بو رو بزنیم آره علی فقط بچه سریع لب و بو رو بزنیم وقتی ویدیو هم نگیره بزن اینو باید بکنیم توی اینو میکنیم توی ببین علی یه ذره بیشتر فشار بده به نظرم تیره رو الان خوبه اینو الان اینم بکنیم اگه دوست داری سلیقه‌ایه اگه مردونو میزنی که بزن خفن بشه که باحال میشه نه بزن ببینم خوبه دیگه فکر کنم الان عالیه به نظر اونم بزن که تو اصلا دیده نمیشه بدونو خب بزن ببینیم لب و برو بزنی آبروم چی شد؟ به نظرم اینجا آهنگ باب اسفنجی رو بذار باب اسفنجی این شدتی که کشتی عالی بود این قسمت ویدیو بچه تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون دیگه لازم نیست
دیگه لازم نیست دیگه لازم نیست ویدیو رو بذاریم یعنی دیگه لازم نیست نبور بذاریم تو میدونی دیگه خداحافظ الله اکبر